بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من احمد بشیر لقمانی تعبیر خوابهای شما را میکنم. در این ویدیو تعبیر دیدن چوب خشک را در خواب به چی تعبیر میشه را وضاحت میکنیم انشاءالله که چوب خشک چوب در خواب دیده شوه ای به چی تعبیر میشه. پیش از اینکه خواب را بشنویم یکم چرا خواب را روان کرده از شما خواهش دارم اگر در چینل نو هستین کوشش کنین چینل سابسکرایب کنین، شیر کنین، لایک کنین. هر لایک شما یوتیوب این ویدیو را به 100 نفر دیگه پیشنهاد میکنه. هر کامنت شما هم باعث میشه که یوتیوب این ویدیو را به 100 نفر پیشنهاد کنه که اونا اگر کسی ضرورتی داشته باشه، خصوصا سیاسرا زنانه، اونا خواب میبینن به تشویش میباشن، خوابای خود را به کسی گفته نمیتونن یا پیش خود تعبیر منفی میکنن، به تشویش میباشن دیگه. کسی اگر سوالش حل شود، خوابش تعبیر شود، جنن برش حاصل شود، در این اجر شما هم شریک میشین. خواب را میشنویم. یک از همشیره خواب دیده که یک دوستایشان است، اونا خانه چوبی جور میکنن، از چوب خانه جور میکنن. چوب است، از مکمل تعمیر از چوب جور کردن. چوب در خواب تعبیر خوب نداره مگر ای که در حالت خوب دیده شود که از او استفاده صحیح میشه. اگر چوبی در جای به شکل افتیده، به شکل استاده، چوبای کلان، چوبای خشک دیده شود، این تعبیر به منافقت میشه. تعبیر به منافقت میشه. و این خواب که شما دیدین که از چوب خانه جور میکنن، معنی که امی دوستایتان که هست اینا استقرار ندارن. یعنی از چوب خانه جور کردن معنی که برای موقت میشه کار، برای یک وقت موقت این خانه را جور میکنن. یعنی اگر این دوستایتان اگر اینا چیزی اراده دوستی را با شما دارن، معامله نکاح عروسی چیزی باشه، اگر اونا به شما میگن که ما هستیم جای نمیریم یا جای نمیبریم یا این بچه جای نمیره، و از این خواب طور معلوم میشه که شاید اینا جای برن. اگه اینا هستن یا به طور موقت هستن یا اگر آمدن به طور موقت هستن دیگه. این خواب اگر استخاره باشه هم اینمی تعبیرش، اگر استخاره نکرده باشین مگه طور مسائل در بینتان است، مسئله معامله است چیزی، احتیاط کنید که یه مار چیز واضح باشه. این چوب به منافقت و به دودلی تعبیر میشه که در ظاهر انسان یک چیز میگه و در باطن چیز دیگر میباشه. اکثرا در معاملات ما چون وضاحت اکثرا نمیباشه، در معاملات بین افغانا اکثرا مشکلات پیدا میشه، خفگی ها، چون وضاحت صحیح در مسائل نمیباشه. دیگه بهتر است که اگر مسائل معاملات چیزی باشه باید وضاحت در بین باشه، همه چیز معلوم باشه. ان شاء الله بخیرتان است. والله تعالی اعلم.